السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. صحابه که امروز آیده صحبت میکنیم با عمره روانه شد، ولی آن دم وی حالا مسلمان نبود. آن زمان وی مشرک بود، یعنی به خداوند شرک می‌ورزید. در راه او را لشکر پیامبر صلی الله علیه و سلم به اسیری گرفتند و به مدینه آوردند. آنها او را به ستون مسجد پیامبر صلی الله علیه و سلم بستند. نام این صحابه سمامه ابن اسال ابن حنیفه الحنفی بود که وی سردار قبیله بنی حنیفه بود. این قبیله باشد در شهر الیمامه قرار داشت. وقتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به نزد او آمدند گفتند: چی میگویی ای سمامه؟ حال من خوب است. اگر تو مرا کشی پس هستند نفرانی که از برای من قصد خواهند گرفت. لیکن اگر تو به من رحم کنی بدان که تو این را برای نفری میکنی که ناشکر نیست. اگر تو پول خواهی بگو چقدر که لازم باشد من به تو میدهم. جواب داد سمامه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از نزد وی رفتند. روزی دیگر باز پیش او آمدند و گفتند: چی میگویی ای سمامه؟ سمامه در جواب باز همان گفته‌هایش را میگفت. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند که برو، تو آزاد هستی. سمامه وقتی که آزاد شد درها کلمه شهادت را گفت و مسلمان شد. پس از این به رسول خدا صلی الله علیه و سلم نگریست و گفت: وقتی من به اینجا آمدم برایم چهره بدتر از چهره تو نبود. برای من دین بدتر از دین تو نبود. لیکن اکنون برای من چهره زیباتر و بیگناهتر از چهره تو نیست و هیچ دین برای من دوست داشته تر از دین تو نیست. پیش از آمدن من هیچ شهر بدتر از این شهر نبود، ولی حالا این شهر برای من از همه دوست داشته ترین است. وقتی که من برای عمره کردن آمدم سربازان تو مرا اسیر گرفتند. تو آیدی این چی میگویی؟ بعد رسول خدا صلی الله علیه و سلم گفتند که برو و عمرت را به انجام رسان. سبحان الله، چگونه عجیب است. نفری که اسلام را بعد میدید، پیامبر را بعد میدید، این دم مسلمان شد و در یک لحظه همه برایش دیگرگون شد. بله، هدایت نمودن نفر برای راست در دست من و تو نیست و هیچگاه نباید بگویی که فلانی دین را قبول نمی کند، دیگری باشد هیچگاه نماز نمی خواند. این سخنها را کنار گذار، زیرا هدایت کننده تنها خداوند است. ببین، آنهایی که یک روز پادشاه بودند دشمنی اشدی اسلام بودند، بعد هدایت یافتند. آنها یکی از نفران شدند که در قطار بزرگترین انسانهای دین شدند. برای همین هم آیدی کسی سخنی بده مگو. و اینک سمامه پادشاه قبیله خود که محمد صلی الله علیه و سلم را بعد میدید با خواست خداوند با پیامبر صلی الله علیه و سلم واخورد و اسلام را قبول کرد. سمامه بعد از آن که مسلمان شد میخواست بعضی چیزها را دیگر سازد، زیرا وی مشرک بود و اکنون میخواست کارهای خیر کرده گناهان پیشینش را پاک سازد. اولین کاری که وی کرد آن بود که او به عمره رفت. سمامه اولین نفر از مسلمانان است که به حج عمره رفته است. وقتی که وی به مکه آمد آنجا مشرکان زیاد قرار داشتند و ناگاه وی به خواندن تلبیه مسلمانی شروع نمود. پس از این قریشی ها ترسیدند
و شمشیرهای خود را بیرون کرده به سوی او روانه شدند. آنها می‌خواستند که او را بکشند و هنگامی که دیدند این نفر سمام است باز ایستادند. یک جوان می‌خواست که الکی تیر کمانش را به سوی او روانه سازد، لیکن ابو سفیان گفت وای بر تو، این کار را نکن. نمی‌بینی این سمام است، پادشاه الیمن. اگر او را بکشی تو بین قبیله های ما آتش را بیدار می‌سازی که به جنگ تبدیل خواهد یافت. وقتی سمام این حالت را دید به آنها نگریست و گفت به درستی که من بهترین دین حق یعنی دین محمد را انتخاب کردم. بعد ابو سفیان گفت پس چگونه جرأت پیدا کردی که نزد ما بیایی؟ سمام به آنها چی جواب داد؟ وی به یگان ترس و وهم گفت از الیمامه برای شما دیگر به اجازت محمد یک دانه گندم هم نخواهد آمد تا آن دمی که هر یکی شما مسلمان شود. الحمدلله این حادثه را ببین. از الیمامه برای قریشی ها کاروان های پر از خوراک و غذا می آمدند. سمامه پادشاه این مکان بود و اکنون برای آنها این سخنان را گفت. بعد از این حادثه در مکه نارسایی غذا به نظر می رسید. در همه جا نرخ‌ها بلند رفته بودند و وضع ناخوبی برای مردم آمد. اهالی مکه به پیامبر صلی الله علیه و سلم مکتوب نوشته گفتند که تو ما را به آن دعوت میکنی که خویش و تباری را نگاه داریم، مهربان باشیم، همیشه رحمدل و خیرخواه باشیم. لیکن خودت باشی پدران را با شمشیر کشتی و پسران باشد از گرسنگی هلاک می شود. با سمام صحبت کن تا حالت ما بهتر شود. بعد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به سمام مکتوب نوشته گفتند که آن چیزی را که بین من و مردم قبیله من است میان ما گذار و به کاروانهای آنها اجازت ده تا به مکه غذا ببرند. با پیامبر صلی الله علیه و سلم مردم قبیله خود ایشان مبارزه می برد. از پشت آنها حضرت به مدینه هجرت نمودند. رسول الله صلی الله علیه و سلم می توانستند بگویند که آنها سزاوار این کار هستند و به سمام مکتوب ننویسند. لیکن پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خیلی انسانی با رحم و دلسوز بودند و این باید برای ما درس باشد. سمام رضی الله عنه وقتی که همراه لشکر مسلمانان به بحرین هجوم کردند، بعد از محاربه وقتی که به خانه برمیگشتند در راه شهید شد. و اینجا سلسله نوبتی را نیز از برنامه از حیات ساحبگان به انجام میرسانیم و خداوند داناتر است. تا سلسله های آینده خداوند نگهبان هر یک شما. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.